گم شده. ماهیر ارن شما کی هستین؟ دیروز تو گالری آشنا شدیم، یادت اومد؟ برای دیدن نمایشگاه اومده بودین؟ کلکسیونر بودین درسته؟ در اصل نیستم، من وکیلم. وکیل هستین؟ چی میخواین از من؟ به نظر به کمک احتیاج داری. هیچ کی حرفتو باور نمیکنه، حتی گوش هم نمیکنه. انگار داری با دیوار حرف میزنی. همه دلیلا هم بر علیته. تو بازجویی هم تحت فشارت گذاشتن. ببین، اگه همه واقعیت رو به من بگی شاید بتونم کمکت کنم. میخوای از جمعه پیش شروع کنی؟ دفن خانمو دیدی اون روز؟ نه، قرار بود تو جای همیشگی همدیگه رو ببینیم، اما تو راه بارون گرفت، نیم ساعت دیر رسیدم. در زدم باز نکرد، فکر کردم اونم دیر کرده. وقتی بهش زنگ زدم منو ریجکت کرد. اون موقع بود که فهمیدم حتما با شوهرش رو نتونسته بیاد. پیش خودم گفتم که حتما نمیتونه بیاد، برای همین از اونجا رفتم. بعدش باش حرف زدی؟ نه، چند بار زنگ زدم اما جواب نداد. از رفتنش به پاریس خبر داشتی؟ نه، منشی گالری بهم گفت. وقتی دفنه جواب نداده به شوهرش زنگ زده، اون گفته. یعنی از جمعه به بعد هیچ کس باش حرف نزده؟ دیروز کجا بودی؟ تا صبح آتلیه بودم، بعدش هم یادم نیست ساعت چند اومدم.
رفتی گالری؟ آره رفتم. تا وقتی که از دفنه SMS اومد. حتی به همین خاطر با عجله از شما خداحافظی کردم. تو راه دوباره به هم SMS زد. نوشته بود دارم میرم هموم، کلید زیر پادریه. کلیدو از زیر پادری برداشتم و در رو باز کردم. دفنه رو صداش کردم. عشقم جواب نداد. وقتی وارد سالن شدم افتاده بود روی زمین. نفس نمیکشید. مرده بود. چرا به پلیس زنگ نزدی؟ چرا فرار کردی؟ نمیدونم. مغزم کار نمیکرد. به جز فرار کردن به هیچ چی فکر نمیکردم. شما هم حرفای منو باور نمیکنید. میدونم. نه باور میکنم. آقا کمال شما اینجا چیکار میکنی؟ اومدم کمیسر رو ببینم در مورد پرونده دفنه. شما اینجا چیکار میکنی؟ منم در مورد همون پرونده اومدم. من یکم عجله دارم، باید برم. کیه؟ جوابای لابراتوار اومد جناب سرور. بده من. جناب سروان میشه یکم صحبت کنی؟ خیلی خوب تو برو. بفرما بشین. میشنوم. ماهیر ارن بیگناهه. نه بابا. بله دفن شرمان اون نکشته. مدرک داری؟ مسلما بعد از حرف زدن باش خودتون متوجه میشین. متوجه شدم خیلی هموم نمیره. حرف اضافه نزن، اگه دلیل داری بگو. وقت منم نگیر. وقتی باش حرف زدید حالا هوای این آدم شبیه کسیه که داره دروغ میگه. من اگه فرق بین راستگو و دروغگو رو تشخیص ندم اینجا رام نمیده. مسئله نیست، مسئله تضاد تو محل حادثه است. مثلا چی؟ مثلا گرد و خاک تو خونه. اگه این زن دیروز کشته شده بود خونه اینقدر گرد و خاک میشد؟ رد پاها رو یادت بیار تا سر پله ها میره و برمیگرده، در حالی که این زن از بالا افتاده یا انداختنش. چرا هیچ رد پای بالا نیست؟ رطوبت روی جسد، وسایل خراب شده داخل یخچال. تو وکیلی یا کاراگاهی برادر من؟ ها؟ دفن شرمان دیروز کشته نشده، قبلا کشته شده.
قاتل اونو تو یختون نگه داشته برای اینکه قضیه رو بندازه گردن ماهیر نقشه کشته. برادر من، روی پیرنی که تو آتلیه ماهیر ارن پیدا کردیم خونه دفن شرمان بود. این قضیه همینجا تموم میشه. اون پیرن مال ماهیر ارن نیست. ای بابا، تو چرا هی از این آدم دفاع میکنی؟ مگه داداشته؟ من از کسی دفاع نمی‌کنم جناب سروان، فقط خواهش میکنم قبل از نتیجه گیری کمی بیشتر تحقیق کنید. تو کار من دخالت نکن. خیلی بلدی کار خودتو درست انجام بده. جناب سروان، ماهیر رن تو اتاق بازجویی. الان میام. رسیدین خونه؟ خوبه، باشه، بخواب استراحت کنه. پسرم نذار کار کنه. کی داره مغازه است امروز؟ پسرم، مگه من به تو نگفتم اون پس فطرت رو تو مغازه را نده؟ باشه الان بمونه پیش مادره، تنهاش نذار. باشه که اومد میری. خب باشه، سلام برسون. چی شده عمو؟ چیزی نیست. زنموت امروز رفته بود دکتر. چرا؟ چیزی شده؟ دیگه میخواد چی بشه؟ پنج ساله که سرطان سینه داره. اول از سینه شروع شد، حالا همه جاشو گرفته. دکترها یه جا رو خوب میکنن، فرد و پس فرداش از یه جای دیگه سبز میشه. اما خدا شفاش بده. ممنون. هرچند که انگار خدا نمیخواد به این آسونی شفا بده. این ماهای آخر حالش خیلی بدتر شده، انگار که خوب بشو نیست. میدونی چیه؟ بعد از این که حال این بنده خدا رو دیدم به یه نتیجه ای رسیدم و اون اینه که آدمای فقیر حق ندارن مریض بشن. هی قرض میکنن آخرش کارت به استخونشون میرسه. داداشم میدونه؟ معلومه که میدونه. فکر میکنی این همه قرض رو از کی گرفتم؟ الانم دارم حسابم رو اینجوری پاک میکنم. اگه این کار بدون مشکل تموم شه بازم به هم پول میده. خدا ازش راضی باشه، خدا حفظش کنه. داداشم دست دلبازه. 350,000 چوق خاکستر کرد میردش به ما. وقت به این میگی دست دلباز؟ داداش من دیگه حساب و کتاب کاری انجام نمیده، حتما یه دلیلی داشته. حالا نمیدونم تو عقلت قد میده یا نمیده. نگران نباشم، داداشم هر کاری که لازم باشه انجام میده. تا حالا هیچ کس تو سختی تنها نذاشته. میدونم پسرم، میدونم. وقتی که برادرم بهم پشت کردن اون فقط به دادم رسید. این تعمیرگاهم با کمک اون باز کردم. پسرم اونجا وای میسته که یا باریکه‌ای باشه. یه دخترم داشتی اما به ببینیم موزما رو دختر داشتنت هم یادشه. امروز فردا واسه داماد میشم. دختر من هنوز کوچیکه، تازه امسال دبیرستانشو تموم میکنه. خدا حفظش کنه. داماد جونم یه چای بریز ببینم. پاشه بابا یالا. عمو تو هم میخوری؟ آره پسرم بریز. کار دیگه ای که جز چای خوردن نداریم. مرتی که خون زنه رو پیرنته، دیگه چی رو داری انکار میکنی؟ اون پیرهن مال من نیست. چند دفعه باید بگم؟ من دفنه رو نکشتم. من نکشتم. بچه چی؟ اونم تو ندزدیدی؟ کدوم بچه؟
این کرمه؟ آره. آخه چه دوست داشتنی هم هست. عزیزم این همون زنی نیست که کشته شده؟ زندهش دفن شرمانه. چرا اینقدر زوم کردی؟ اون چیه؟ ساعته؟ نه نیست. پس چیه؟ دوربین مخفیه. مرتیکه کجاست؟ مراد چی کار میکنی؟ مراد دیوونه شدی مراد، چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ مراد داری دنبال کی میگردی؟ روز پسرت من میخواستم به هیچ وجه این کار نکن دفنه. همه چیز رو میدونم، همه چیز. منتظر اون بودی مگه نه؟ چی شد؟ چرا نیومد عشقت؟ چطور تونستی دفنه؟ چطور تونستی با من این کار بکنی، با اینکه میدونستی من اینقدر دوستت دارم؟ متاسفم، من عاشق شدم مراد، عاشق ماهی. میخواستم به تو بگم اما نمیخواستم ناراحتت کنم، برای همین عقب انداختم اما میخواستم بهت بگم. دیگه صبرم تموم شده مراد، واقعا متاسفم. میخوام ازت جدا شم. میخوای طلاق بگیری؟ آره طلاق میخوام. یعنی به خاطر اون آدم داری منو ترک میکنی؟ مراد خواهش میکنم آروم باش مراد. نمیذارم مراد خواهش میکنم. دوست دارم. بری نمیتونم بذارم بری. من دوست دارم مراد خواهش میکنم. دوست دارم، من خیلی دوست دارم. مراد من دیگه دوست ندارم، ولم کن. نمیتونی منو ترک کنی بری، میفهمی؟ میکشمت اگه ترکم کنی. تو حق نداری این کارو با من بکنی. میکشمت. تو حق نداری. میکشمت. من تو رو دوست دارم. دفنه داداش کمال اومد، بیا بریم خونه ما. لیلا جان، من حالم خوبه، نگران من نباشین. بریم. نمیشه داداش من میشناسمت،
میخوای تا صبح بشینی پای اینو مشروب بخوریم؟ میریم خونه ما یه چیزی هم با هم میخوریم. لیلا جان شما برین. نمیتونم بدون تو برم، باید بیای. پاشو. باشه میام. بهتون میرسم، شما برین. منتظرم. بله. کی؟ ازلم خانم؟ نه صدای تلفن بعد میاد، برای همین نشناختمتون. دوتایی؟ چرا؟ باشه میام. کجا؟ بابا این یه چیزی میخوام بگم. نه اجازه نمیخوام بگیرم، یه چیز دیگه است. این یارو محمده امروز اومده بود اینجا. مامانم گیر داد که این یه چیزایی میدونه و از اینجور چیزا منو انداخت چرا یارو. راجع به اون روزی که کرمو دزدیدن. خب ما اون روز رفته بودیم خونه ییلاق. اونم بهم گفت هرچی که دیدی و میدونی رو بگو. خب بهش میگفتی؟ گفتم اما این ببین من نکن، هر چی میخوای بگی مثل آدم بگو. من اون روز ماشین آقا مرادو دیدم اونجا. اینم میگه ممکنه دفن خانم اون روز کشته باشن. ماشینو نتونستم بگم. کار خوبی کردی. چی شد بابا؟ فکر میکنی کرمو کی دزدیده؟ نمیدونم. کی؟ داداشم سوپر رو خالی کرده اینجا. خوش اومدی. ممنون. چی کار میکنه؟ باید چی کار کنه؟ خوابیده. اما فردا از این هر چقدر لازمه بزنم و بده. بقیه‌شم نگه دار. وقتی من نیستم لازمتون میشه. ممنون پسرم. اما همینطوری بخوایم از سرمایه بخوریم پولای تو هم ته میکشن. واسه همین میگم یه قیمتی رو بچه بذاریم، اینجوری خیلی بهتره. عجله نکنم و صبر کن. اول باید حسابی عصبی بشن که بعداً اذیتمون نکنن. تو اصلا نگران نباش. موقعش که بشه همه چیز ازشون میگیرم. سلام. سلام. بفرمایید. ممنون.
راحت پیدا کردین؟ بله خیلی راحت. خونه خیلی قشنگی دارین. ممنونم. اگه تنها زندگی میکردم همچین جای عالی بود. تنها زندگی نمی کنی؟ نه بابا، با مامانم اینا. چی میل دارین؟ چای، قهوه؟ اگه چای دمی باشه چای. چقدر بچه بودین خوشگل بودین. یعنی هنوزم هستین. داداشمون عکسو انداخته بود. کارت شانس جمع کردیم و اون دوربینو خریدیم، از اونایی که تو روزنامه ها بودن. خیلی جالب بود. بریدن کارتا به عهده من بود. اگه یه روز یادم میرفت خیلی عصبانی میشد. چند وقت باشون رفت آمد ندارین؟ رفت آمد نداشتنم از کجا در آوردین؟ از حرفای پای تلفنتون. معذرت میخوام، نمیخواستم ناراحتتون کنم، اما از حرفاتون اینطوری به نظر میرسید که فقط با مادرتون در حد تلفنی رابطه پنهانی دارید. روابط خانوادگی من به شما ربطی نداره آقای محمد. در ضمن برای حرف زدن راجع به خودم شما رو اینجا دعوت نکردم. درسته. برای چی گفتیم بیام؟ من زیاد وقت ندارم. موضوع چیه؟ مثل اینکه آقا کمال رفته پیش پلیس. آره میدونم، اونجا دیدمش. گفت چرا رفته؟ برای پیگیری در مورد پرونده دفن خانم. شما هم باور کردین؟ نباید میکرده؟ به نظر من آقا کمال راجع به کرمم با پلیس حرف زده. ممکنه، اون به ذهن منم رسید. امیدوارم همچین کاری نکرده باشه. اگه کرده باشه چی؟ برای کرم خیلی بد میشه؟ اگه به رسانه ها درج کنه خیلی بد میشه. روزنامه ها رو دیدی؟ بد شد. از کجا فهمیدن نمیفهمم. باید بشینیم با هم حرف بزنیم. راجع به چی؟ آقا کمال و آقا مراد. لیلا خانم میشه سوال ما رو جواب بدین لطفاً؟ خواهش میکنم لطفاً یه لحظه اجازه بدین. لطفاً اجازه بدید. میشه لطفاً سوال ما رو جواب بدین آقا مراد؟ لطفاً خواهش میکنم. لیلا خانم خواهش میکنم لطفاً جواب سوال ما رو بدید خانم. خواهش میکنم چند لحظه صبر کنید لطفاً بزنین رد شن. لیلا خانم لطفاً توضیح بدین. لیلا خانم ببخشید اجازه بدین خواهش میکنم. پسرتون رو به خاطر پول دزدیدن. خواهش میکنم چرا کسی چیزی نمیگه؟ لطفاً جواب سوال ما رو بدید. خواهش میکنم. چی شده؟ خواهش میکنم توضیح بدید.
خواهش میکنم سوال ما رو جواب بدین خانم. خواهش میکنم سوال ما رو جواب بدین. خواهش میکنم تمنا میکنم. خواهش میکنم سوال ما رو جواب بدین. بذارید عکس بگیریم. خواهش میکنم جواب سوال ما رو بدین. قول ندین. خواهش میکنم اجازه بدین سوالامو بپرسم. تمنا میکنم همکار عزیز اجازه بدین خانم. تمنا میکنم جواب سوالمون رو بدیم. چرا پسرتون داره؟ لیلا خانم عزیز پسرتون خواهش میکنم خانم. برین کنار. خواهش میکنم بفرمایید. تمنا میکنم یه لحظه بیشتر طول نمیکشه. خواهش میکنم یه لحظه صبر کنید. یه لحظه بیشتر طول نمیکشه. خواهش میکنم صبر کنید. یه عکس فقط یه لحظه وقتتون میگیرم. یه لحظه صبر کنید. قول ندین. خواهش میکنم اجازه بدین سوالامو بپرسم. تمنا میکنم همکار عزیز اجازه بدین خانم. تمنا میکنم جواب سوالمون رو بدین. چرا پسرتون چرا دزدیدم پسرتون؟ زود ما رو از اینجا ببر. زود باش. چطور ممکنه کمال؟ کرم و دیگه از کجا فهمیدن؟ این دیگه چه سوال؟ حتما آقا محمد گفته دیگه. آقا محمد کی دیگه میتونه گفته باشه؟ چطور میتونه همچین کاری کرده باشه؟ خدای قول ندین. خواهش میکنم اجازه بدین سوالامو بپرسم. تمنا میکنم همکار عزیز اجازه بدین خانم. تمنا میکنم. دوستان عزیز همچین چیزی نیست. لطفاً مراعات امروز رو بکنین. خیلی ممنون میشم. شما بهشون گفتین؟ نه. پس از کجا میدونی؟ چی گفتی؟ انکار کردم اما در مقابل حرف من حرفای پلیس هست. فکر نمی کنم باور کرده باشم. داش اینو ببین. خبر روبوده شدن خواهرزاده مراد شرمان بعد از کشته شدن همسرش دفنه شوک دیگری برای این خانواده بود. کرم ازدمیر خواهرزاده مراد شرمان از روز جمعه مفقود شده. داداش مگه نگفتی پلیسی در کار نیست؟ مگه قرار نبود نرم پیش پلیس؟ ساکت شو. بیچاره شدی. حالا پلیسا میرسن. خفه شو. تو چطور بدون اطلاع ما رفتی پیش پلیس و جون پسرمو به خطر انداختی؟ من چیزی نگفتم لیلا خانم. گفته عزیزم چی کار داری میکنی؟ اینجا جاش نیست. اتفاقیه که افتاده. یه مو از سر پسرم کم بشه عزیزم بس بیا.
با اجازتون آقا مراد. بالاخره معلوم میشه. تو بچه رو دزدیدی. حرف نزن، خوب میدونم چته. حالا هم خوب گوشاتو باز کن. منم سهم میخوام، وگرنه همه چیو میرم به لیلا خانم میگم. بعدشم میرم پیش پلیس و میگم که کار کی بوده. دیگه خود دانی، تصمیم با خودته. خوش اومدین لیلا خانم. خوش اومدین آقا کمال. آقا کمال وقتی نبودین این پاکت اومد.
هشدار دادیم نفهمیدیم. راه دیگه ای برای من نذاشتیم. گناهش گردن خودتون. این کارو نکن.